با هم میبینیم و از این لحظه هفته 11 رقابت‌های لیگ برتر با دیدار هوادار و ملوان در تهران آغاز میشه. تیم هواداری که هوادار چندانی نداره یه پاس رو به جلو، موقعیت عالی برای تیم ملوان، تک به تک. توپ گل شد یا نه خبری از گل نیست. دوباره موقعیت برای ملوان پشت محوطه جریمه. چه توپی از دست رفت. حقیقی تقریبا تسلیم شده بود و فقط تیر افقی دروازه میتونست جلوی این توپ رو بگیره. یه بار دیگه در سمت راست زنگ خطر برای هوادار به صدا در اومده. موقعیت عالی داخل محوطه جریمه، دوباره تیر. چقدر بدشانس ملوان تو این مسابقه و این فرصت رو داشتن اونا در همین ابتدای کار دروازه رو باز کنن. دومی رو رضا جعفری زد. اومد اصلاً آفساید نبود. فرار عالی که انجام شد و توپی که به تیر دروازه برخورد کرد. ملوانی ها هستن که میزنن. گودرزی میبره به سمت راست، ارسال در عرض، فرصت عالی و توپی که در اختیار افشار صداقت قرار میگیره. نوبت ضد حمله ملوان از راه رسیده. حرکت رو به جلوی عالی از مجید ایدی، میتونه داخل محوطه جریمه رو هم ببینه. رضا جعفری ضربه رو میزنه، گل خالیه و دروازه ای که باز نشد. جزئیات کار رو با هم دیگه میبینیم. این پاسی بود که با دید باز ملوان، فضای خوب در مقابل اونا، یه ضربه خطرناک و یه سیو تک دست از علیرضا حقیقی که اجازه نداد دروازه تیمش باز بشه. خطرناک ظاهر شدن تو این صحنه هم. وانه یه بازیکن عالی از پیش رو بر میدارن، پاس رو به جلو، فرصت عالی برای سلیمانی. این ضربه خطرناک پدرام قاضی پور، این چندمین باریه که در موقعیت زدن گل قرار میگیره ولی نمیتونه دروازه علیرضا حقیقی رو باز بکنه. توپ رو سلیمانی گرفت. چرا انقدر مرتضی منصوری با فاصله ازش داشت بازی میکرد و ضربه‌ای که اگه تو چارچوب بود خیلی خطرناکترم میشد. درگیری رو ببینید داخل محوطه جریمه. خود قائم ارسالش رو انجام داد که تو با سر عبدالکریم اسلامی برخورد کرد و به بیرون رفت و اونجا آلبو قبیش برای تیم نفت گل زده. از سمت راست فرار، ارسال روی دروازه، یه ضربه سر و چه گل قشنگی. دروازه باز میشه و بالاخره پدرام قاضی پور طلسمو برای خودش توی این مسابقه شکست و دروازه هوادار رو باز کرد. انزلی رفت رو هوا از شادی و علیرضا حقیقی که کاری از دستش بر نمی اومد. باقی مونده حرکتی که از سمت راست انجام شد، سانتری که به خوبی اومد روی دروازه و علیرضا حقیقی که مثل من و شما فقط نظاره‌گر ورود توپ به دروازه بود. قاضی پور یه تیر زد، یه گل خالی از مقابل پاش زدن و حالا یه گل توی این مسابقه زده. بازیکن نه چندان قد بلندی که یه پرواز خوب رو داشت و تونست دروازه رو باز بکنه. بهادر ارسال رو انجام میده روی دروازه. توپ یه بار دیگه برگشته. گودرزی با پای چپ ضربش رو زد، در اختیار افشار صداقت توپ قرار گرفت. یارگیری نفر به نفره، ارسال انجام میشه به همون منطقه. ضربه ای که زده شد و افشار صداقتی که از دروازه خارج میشه و آفساید رو اعلام کرده آقای کوپال ناظم. صداقت حواسش به همه چیز هست. ارسال میکنن توپ رو. حامد نور محمدی قد بلنده، توپو برگردونده در دهانه دروازه. عبدالکریم اسلامی تعلل بدجای او باعث شد
یه بار دیگه از مقابل پاش توپ رو دور کنند. 4 محالی ارسال رو انجام میده به تیر یک با ارتفاع کم که مشکلی برای برگردوندن توپ نداشتن و این هم سوت پایان مسابقه. پیروزی ارزشمند خارج از خونه ملوان در روزی که سرمربی خودش رو روی نیمکت نداشت و محمد نوری هدایت تیم رو از کنار زمین بر عهده داشت و روند ناکامی های هوادار در بازی های خونگی هم ادامه دار میشه. امیدوارم که از تماشای این مسابقه لذت کافی رو برده باشید. گل هم پدرام قاضی‌پور زد. شبتون بخیر. امیدوارم که هفته خوبی پیش روتون باشه. یا علی مدد. خدا نگهدار.